شما بینندگان خوب و گرام، این که میشنوید خبرته، هفته یه بار پایگته، قلبش با شما ها میتپه. نخست وقایع داخلی. هفته پیش هفته دوئل بود، یکی دلارام میزد یکی دلواپس، این میکشید جلو اون میکشید پس. کیهان خامنه ای نوشت اصلاح طلبا میگفتن ما جز تو آبگوشت بزباش قرمه سبزی پیشرفتی نداشتیم، پمپوز داشتیم، بدون رابطه با آمریکا نمیشه سر کرد، تحریم و در کرد. اما چیکار کردن؟ جلو آمریکا امام به باد دادن، هرچی که میخواد دادن. ما نمیذاریم اینا برن تو مجلس. لاریجانی یه شلیک دیگه کرد. یاتون رد شده که رد شده، واسهتون بد شده، دستتون قطع شده به جهنم. چی؟ حسن خمینی هم خوب شده که رد شده. با پمپاژ و رپورتاژ نمی شود فضل و علم کسی را اثبات کرد. اینها که از یک طلبه علامه می سازند، پایشان به خبرگان باز شود چه می کنند؟ دوئلشون ولی اینجا تموم نشد، یکی اون زد ولی بعدی تو راه نوبت شلیک اکبر شاهه. ها چی میگین شما؟ ما رو حذف میکنین، هرچی حذف میکنین بی خود دست میکنین توی لیستای ما. این یارو حسن اشبه به جدش به به ببخشید کی گفته شما نظر بدین اصلا؟ و بازم دوئل ادامه داره، رو به رو هوی هایی میکنه، شلیک بعدی و رسایی میکنه. امام میگوید تضعیف شورای نگهبان انحراف است. آقای هاشمی شما منحرف هستید. امام میگوید هر کس بگوید شورای نگهبان کذاست مفسد است. آقای هاشمی شما مفسد هستید. یه روزی بود ملت رو جرم و جرم میکردن، حالا هم دیگر رو هی دل و دیگر رو حلوه همو تیکه تیکه میکنن، مثل سگ به جون همو خدا بیشترش. خلاصه دوئل ادامه داره، فعلا خبرت حوصله‌شو نداره. خبر بعدی یه جور جوکه، هر کی روشه بهش گوش میده میخندونه، مثل پژو 404 405، مثل رنو 21 شو 75 مانوس گذاشتن اسمش اینه. آزمایش بزرگ دریایی ولایت 94 با نمایش قدرت جمعی دریادلان پایان یافت. چی؟ ولایت 94؟ مگه توی 94 ولایتی هم منتلس شکسته، زخمو که خورده، آبروشو برده، پروستاتش که بامبول آورده، بگی نگی مرده. کدوم ولایت 94؟ خبرت بازم آخرشه. امیدوارم این برنامه همیشه مورد توجهتون واقع بشه. فعلا خداحافظ.